یه راز بزرگ برای هزاران سال جلوی چشم همه بود، اما کسی به اون توجه نمی‌کرد. حتما فکر می‌کنید وقتی زنبور جای غذا رو پیدا می‌کنه میره بقیه رو با خودش میبره، اما قضیه خیلی پیچیده‌تره. دانشمندی به اسم کارل وانفریش به اون پی برد. اون مدت‌ها رفتار زنبورها رو بررسی می‌کرد و برای زنبوراش ظرف آبقند می‌ذاشت و اولین زنبوری که شب می‌خورد رو علامت می‌زد. اما گاهی همکندویی‌های اون بدون دنبال کردن زنبور علامت زده شده سراغ ظرف آبقند می‌مدن. چطور ممکنه؟ اون که به اونا خبر نداده. باور کردنی نیست، اما زنبورها با استفاده از قوانین ریاضی و نجوم این کار رو می‌کنن. با یه رقص خاص اونا از زاویه خورشید و زمان استفاده می‌کنن. وانفریش متوجه شد وقتی زنبور به سمت بالا حرکت میکنه منظورش اینه به سمت خورشید برید و وقتی به سمت پایین میرفت یعنی از اون دور شد و زاویه چرخشش محل دقیق غذا رو نشون میداد که گاهی چند کیلومتر فاصله داشت. زنبورها بلدن محاسبه کنن. اگه رقصیدن اون 1 ثانیه طول میکشید یعنی فاصله تا اونجا 1 کیلومتر بود. اونا حتی توی این رقص سرعت باد رو هم محاسبه میکنن. باور کردنی نیست، اما سیستم جهتیابی اونا توی همه فصل‌ها و قاره‌ها بدون اختلال کار میکنه. دنیای زنبورها واقعا جای عجیبی.